جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. آهی پدر از پسر. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. پسر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و از پدر خود شکایت کرده گفت: ای رسول خدا، پدرم بدون اجازه و مشورت مال مرا خرج می کند. رسول خدا این سخن پسر را شنیدند و پدر پسر را نزد خود خواندند. وقتی پیرمرد از این گپ آگاه شد که پسرش از او نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شکایت کرده است، خیلی از این کار او متأثر شد. در آن زمان میان عرب شعرگویی خیلی رواج یافته بود. پیرمرد هنگامی که به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد، چند سطر شعر در ذهن آماده کرد و با خود تصمیم گرفت که شعر را به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم بگوید. در این وقت جبرئیل امین نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده گفت: قبل از این که میان پدر و پسر فیصله کنی، اول شعری که در ذهن پیرمرد است گوش کن، بعداً فیصله کن. زمانی که پیرمرد به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت فرمودند: اول آن شعر را که در ذهن شما است میشنویم. همین که پیرمرد این را شنید، چشمانش را آب گرفت و گفت: ای رسول خدا، آن شعر را که هنوز صدایش حتی به گوش خودم نرسیده است، خداوند متعال از آن شما را آگاه کرد. این شعر به الفاظ نسبت سخت‌تر بود، ولی چنین معنا را داشت: ای پسرم، زمانی که تو پیدا شدی، روزهای زحمت کشی من آغاز شد. تو گریه می کردی، ما خواب کرده نمی توانستیم. تو غذا نمی خوردی، ما نیز غذا خورده نمی توانستیم. تو آنگاه که مریض می شدی، به هر در و به هر طبیبی می بردیم تا باشد که شفا یابی. زمانی که گرمی می شد، سخت به خاطر تو کار می کردم تا باشد سایه سرد را برایت مهیا کنم که گرمیت نزند. همین طور زمانی که سرد می شد، سنگ می شکستم، گاه بارهای سنگین را بر می داشتم تا تو سرما نخوری. خلاصه به خاطر جوان شدن تو بسیار زحمت کشیدم، آنقدر که حالا کمری من از کمزوری و از ماندگی زیاد خم شده است، ولی تو جوان و بلند شدی. پسرم، من خزان شدم، ولی تو مثل بهار گشتی و باز هم آرزوی من برآورده شد. تو سرسبز و سربلند شدی. به خود می گفتم چند سال عمری من باقی مانده باشد تا در زیر سایه تو نشسته آن را سپری کنم. اما همین که جوان شدی، رویای تو تغییر کرد. این طور معلوم می شود که گویا چشمان تو مرا نمی بینند. تو چنان سخت می گویی که گویا سینه ام را پاره می کنی. من که تمام عمرم را به تو زحمت کشیدم، حالا معلوم شد که من غلام بیش برای تو نبودم. اما کسی با غلامش این چنین سخت نمی گوید، حتی خوراک یک وقته را برایش می دهد. خوب تو نیز مرا چون خدمتگارت حداقل خوراک بده. پیرمرد همین طور که شعر را بیان می کرد، نگاهش به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم افتاد. پیامبر خدا آنچنان گریه کرده بودند که تمام ریش مبارکشان تر شده بود. بعد از آن رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جایشان بلند شدند و به نزد پسر رفته و برایش 3 بار گفتند: تو و تمام چیزی تو از پدرت است. تو و تمام چیزی تو از پدرت است. تو و تمام چیزی تو از پدرت است. بله برادر و خواهر عزیزم، آن مال و اشیایی که امروز ما داریم، همه این
از آن پدران ماست، چون پدران و مادران ما سبب این شدند، سبب شدند که ما به این روز رسیدیم. و قدر پدر و مادر را تنها آن کسانی که آنها را از دست دادند می دانند. پس قدر آنها را بدانیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.